مدل 85 به پایین سهمیه بنزینش قطع میشه. مگه یه جوون ایرانی قدرت خرید ماشین مدل بالا داره؟ مگه کاری کردیم که بتونه یه جوون ماشین مدل بالا سوار شه؟ با چندین سال کار کردن شبانه روزی من جوون تونستم یک ماشین مدل پایین بخرم. من جوون ایرانی از نداشتنمه، از نداریمه، از سرمایه نداشتنمه که مجبورم سوار ماشینی بشم که 25 سال 30 سال کار کرد، که اونم به لطف شما با قطع کردن سهمیه بنزین اونم دیگه نمیتونیم سوار. دلمون خوش بود به یک پراید مدل پایین که اونم با قطع کردن سهمیه بنزین اونم از ما گرفتیم. مبارکتان باشه.